این چهره را که من اعلام بتم تو آدم نیستم نه پوشی تو بیان تو مرا نمیشناسی بسیار تغییرات می حالا رگ رگم اسیاس از این پرسان کردی که شیشه یا دوای پودر است حالا دواست شیشه پودر است حالا پودر است حالا جان حالی را برام بگو که خودت با وجود از اینکه لیسانس هستی انگلیسی را به سطح بسیار بالا تا توفل خواندی چطور به این سرنوشت گرفتار شدی کی آورده تا یک مثال ما شما داریم بسیار چی است میگه با ما بشینی ما شوی با دیگ بشینی سیاه شوی بیادبی بسیار جان باشی خودم گپ ناق نیست نه سفیدا که گفته طبعا نمیت یک گپ بوده که ضرب المثل برآمده درس خواندم تحصیل کردم هر چقدر مشکل در اینجا بود قصه را براتون کوتاه کنم از من یک نفر دیگه یک دوست ما عملی بود این عملی نبود بیادر از عملی بود لالا بود ترکیه بندی شده بود پس که جو آمد یک گلی ویلیام صفر برای یوم داده اینجا آمده و گلی ویلیام صفر پیدا نکرد اینجا پودر زد امی بیادر از برام گفت یک امی آدم پودر اعلام میته برای زمین چارس بده ما گفتم با تو چی ما کتازی گشتم پدر خبر شد کی کت یک پودری میگرد پدر برای ما گفت بچه کتازی نگرد ما گفتم ما پدر میگردم گفت خیا خانه را قبول کو یا صبور قبول کو ما سونی سعی کردم گفتم پدر صبور قبول است گفت طرف خانه نبی گفتم نه چرا کی خندیوال است امید کردم ما یک جوان است که پودر اعلام میته بیادی ما باش اومده وقت 4 سال است فالو میکنم گفتی را 4 میتی پودر اعلام میته خمید یک 3 ماه کتازی گشتم 3 ماه بعد مرا یک جای برد لالا یک بلاک ما تابلت که استفاده میکردم یک چیز براتون میگم لالا هر چیز از خود یک شروع داره تو آدم شاید کم میبینی که ببینه که بگه ما توری عمل نکردیم سیگرت از توری سر پودر آمدیم امکان نداره قبول دارین نه تو نمیشه که کټه دست از پته اول دمونی پتا پاپا است از سیگرت شروع میشه دیگه سرمنشی بدبختی سیگرت است سرمنشی بدبختی نسوار است سرمنشی بدبختی چارس است که در نظر هیچ کس نمیگه بوته فقیری است بوته مالنگی است نه خانه را خراب کرد چارس خراب کرد شروع بدبختی از این میشه نشه از اینجا شروع شد پس استاسا گرچه چرس عمل هم نیست عمل اون چیزی است که براتون نرسه تو در جای خودت کفشما رو لوتک بکشی اونو عمل است که برات نرسه لالا این مرا بردم یک خانه یک دو دانه دخترای بلوچ بوده این او قاچاق برا بود بیادر من سابقا ما کتازی میسیما ما کتازی میگشت نزدیک بودم کتش نگشته بود نرفته بودم در زیر بلاک بودم بالا نشده بودم لالا این مرا بالا کرد خلاصه قصه کوتاه درون خانه شدم لالا این بچه میذاره ورق کشید دیگه پوشاک بالا شد که پدرم ماندری زمین یک زنکه سونو ما سعی کرد جوان می گردنت او خوردم ایشان نکوی کاره پدری قواره مت نیست ما که پدر الابتون تو مرا نمیشناسی الحمدلله خوب جوانی تایید بودم میام تا سر نیازم نام خدا گفت طرف سعی کرد گفت جوان می گردنت او خوردم ایشان می کاره نکو این دیواله که ما خدمتش کردیم یاد طرف از چشم خدا کشید سعی کو چی گناهی ما بود؟ ما خدمت را کردم موجوان گناه ما چی بود؟ قصه کوتاه می دم زد پره ما آمد یعنی لا اله الا محمد رسول الله سلام می دل ما عقب گشت ما گفتم باری چی میکنی که خود پودر میزنی باز پس چی گفتم مال اگه من نزنم این دیوال بر من نگه که تو سر مرا شخان زدی مرا تا به اینجا آوردی نه چرا دادام گرفتم دم پر خرابات بند موندی دیگه که صدا کردم که من خیلی گفتم که بیام په پودر میزنم که تو یک دفعه خیز برات تایمنی است خانه ما بلاکای کلا پشت بلاکای قریسمه شرک میشینه مگه بلد باشی دیگه خانه بیادر هم یک دو زدم هم چشمای ما پت شد من می دست از گرفتم گفتم لالا چی کردی که تمام چشما پت میشه گفتم صبر گفت بیا تو این دم دیگه هم دیگه فواز میشه چشمای سعی که غرق کردم بیادر که منو یک سوال پیشت باشه که آیا یک انسان در یک دفعه پودری میشه نه خیر نه ایگه پا ما براتون حالا میگم که چرا پدر جان اینی سیگرت است تو استفاده نمیکنی صحیح تو در مقابل از یک عیا داری اگر روز میان دیوالا برتی ادنا سیگرت بتا تی فلتر لالاب موندی عیا پرید دیگه از مقابل سیگرت دیگه که تو سیگرت بزنی نزنی بر تو مانا داره نداره مانا این نچره هیچ وقت دادان نزن تا وقتی که تو این نچره تو لالاب نموندی تو یک عیا داری در مقابل از لالا نه این یک عیا اصلا نمیزنی که وقتی که تو موندی این بودر از فاصله دیگه تو بزنی نزنی بر تو مانا میکنه خب نمیکنه خود تو دودش در اومد دیگه زدی تجربه کردی برات تا یک ماه یک نیم ماست فراق میکنه انسان کی استفاده میکنه بگو چرا مانا چیزی که جان برات میگن نکو درو ندارم این چیزا کار روز میشه که دلبدی چپ میشه دلبدی که چپ شد او وقت باز چی قسم میشه گپ در کامرا میگم روز که دلبدی چپ شد سعی میکنی که تو فکر 20 متر زیر رفتی در زمین تو بالا سعی میکنی اندی بالا و دوستای برات تو رسپان 100 متر را اندازه تو 20 متر زیر هستی مگم دوستا اون دیوالا برای تو رسپان 100 متر اندازه تو می دست بالا میکنی دست در رسپان نمیرسی چی رقم حساب است 20 متر زیر هستی اون دیوالا برای تو 100 متر رسپان علاقت نه مگم دستت نه سیاری نمیکنه که دست دم رسپان برسه اون وقت غرق شدن است زیاد گپ نمیزنم خواهشمندم از دولت
از شما و جوانا خیر ببینن آمدی ده تو جای شیشتین کتمای نگاب زدی ماسکه کتا بیرون کردی صحیح است نه اگه تو